قصه لیلا لیلا نوروز است از جاوید فرهاد. جواد صنف نهم مکتب بود که عاشق لیلا دختر 50 باشی شد. او مزاج سخت عاشقانه داشت و کتابچه املای دریش پر بود از رسمهای شمع و پروانه و چند قلب تیر خورده که از آن قطره‌های خون در حال چکیدن بود. روی پشتی کتاب دریش هم 3 بیت شعر با خط کج و معوج نوشته شده بود. یار من از نازکی در زیر گل خوابیده است، گل مبادا بشکفد از خواب بیدارش کند. نازنینه که در عرق تر شد، نازنین بود نازنین تر شد. گل گلاب را در خواب دیدم، لیلا جان را در خواب دیدم. پدرش را سالها پیش از دست داده بود و با 2 خواهر کوچکش در یک بالاخانه کرایی در پلخمری زندگی می کرد. پس از فراغت از درس مکتب یک راست به دکان مستری سید بقا می رفت و به شاگردی در کارگاه ترمیم موتر می پرداخت. خلیفه‌اش آدم مهربانه بود، اما هنگامی که حال و هوای شاگرد عاشق پیشه اش را دگرگون می یافت، از کوره در می رفت و غرغر می کرد. وقت نوروز نزدیک می شد، دل جواد از شوق دیدن لیلا دختر 50 باشی در تپه فرحت لبریز از خوشی می شد و زیر لب آهنگ لیلا لیلا نوروز را که در آن سالها فرهاد دریا آن را بازخوانی کرده بود زمزمه می کرد و دلش باغ باغ می شد. جواد لیلا را با پیمانه دوست داشت که شامگاهان پنهانی از مادرش از راه دکان با لباس سیاه شاگردی که از آن بوی موبلایل و تیل به دماغ می آمد چند بار به امید دیدن لیلا در منطقه 200 کوتی کوچه ها را گز و پل می کرد تا یک بار معشوقش را از پشت پنجره تنگ و تاریک خانه ایشان ببیند. لیلا هم نزدیک شام چند بار پشت پنجره می آمد. چهره اش از پشت جالی سرخ شده پنجره مثل ماه شب 14 می درخشید و چشمهای گرد و سیاهش جواد را خراب می کرد. از ماجرای عاشقی جواد 2 نوروز گذشت و نوروز 3 فرا رسید. صبح وقت آن روز جواد به حمام نساجی رفت، سر و صورتش را روی شوی مالی و بدنش را خوب کیسه کرد و خودش را پاک شست. سپس پیراهن و تنبان فیروزه‌ای رنگش را که مادرش از تکه آرش برایش تیار کرده بود پوشید. رنگ فیروزه‌ای را دوست داشت، چون لیلا برایش گفته بود که فیروزه‌ای رنگ دلخواهش است. پس از نوشیدن یک پیاله شیر داغ با تخم از شیرفروش دم دروازه حمام، روی گادی 2 اسبه که از بندر دهنه به سوی تپه فرحت می رفت سوار شد و در کنار گادیران نشست و گفت: لالا غمگین کن. زیر لب با اشتیاق باز هم زمزمه کرد: لیلا لیلا نوروز است، خدایا دنیا 2 روز است. هنگامی که به تپه فرحت رسید، در کنار یک شور نخود فروش در بلندی تپه ایستاد و از دور رفت و آمد مردم را نظاره کرد. چشمهایش به مسیر رفت و آمد میخکوب شده بود و دلش از شوق دیدار لیلا میتپید. مردم دسته دسته با خانواده هایشان زیر درختان و روی سبزه های نوروزی فرش هموار کرده و نشسته بودند. نوجوانان و جوانان کاغذ پران بازی می کردند. چند نفر
شورنخود می‌خوردند. یک دختر و یک پسر دور از جمع کنار هم نشسته و گرم صحبت بودند. دو کودک 5 یا 6 ساله تخم جنگی می‌کردند و مرد هم در تایپ ریکاردر 530 پشتدارش آهنگ اگر بهار بیاید احمد ظاهر را پخش می‌کرد. جواد در چرت لیلا بود، لیلایی که آرامشش را نبوده بود، لیلایی که گفته بود جز او کس دیگر را نمی‌خواهد. جواد غرق این خیالها بود که صدایی را از پشت سرش شنید. با شتاب رویش را دور داد و چهره ماهتابی لیلا را که چادری فیروزه‌ای رنگش را بالا زده بود دید. احساس کرد دلش از خوشحالی بسیار از دلخانه اش بیرون شده است. دستانش لرزید، جانش گرم شد و نبضش به شدت زد. پاهایش سستی کرد و کم بود نقش زمین شود، اما خودش را روی پاهایش نگه داشت. آن روز جواد پیوسته گپ میزد و لیلا با عشوه میخندید. چه خنده های قشنگی داشت، چه لبهای گلابی و دندانهای سپید. جواد زیر لب می گفت قربان شام خدا را که چقدر مقبول پیدا کرده تو را. لیلا باز هم می خندید، عشوه می کرد و جواد مات و مبهوت به چهره او خیره خیره می نگریست. ناگهان لیلا از خندیدن باز ماند، لرزه تمام بدنش را فرا گرفت. از جایش با اضطراب بلند شد و گفت وای بیادرایم. هنوز جمله اش را تکمیل نکرده بود که دو جوان با یخنهای باز، تسبیح به گردن و بوتهای از سلور پسقاد به پا سر رسیدند و بدون چون و چرا با مشت و لگد بر جواد حمله ور شدند و در میان فواره از دشنام که از زبانشان بیرون می جهید سر و صورتش را خون آلود کردند. جواد می خواست از خود دفاع کند، اما مشت و لگدهای پیهم یکی روبرو و دیگری از پشت بر پا و کمر، سر، دماغ و چهره اش این فرصت را از او گرفت. سرانجام چند نفر او را از زیر رگبار مشت و لگد برادران لیلا بیرون کردند، اما برادران لیلا سوگند خوردند که او را زنده نخواهند گذاشت. وقت ماجرا با پایان رسید، خبری از لیلا نبود. دل جواد شور میزد، نمیدانست لیلایش کجاست و چه بر سرش آمده است. به یادش آمد که بار لیلا برایش گفته بود که برادرانش در بیرحمی خونخوارند. بیشتر ناراحت شد و درد ناشی از لت و کوبش را از یاد برد. به خانه آمد و مادرش پس از آگاهی یافتن از موضوع لت و کوب پسرش چند دهن دعای بد نثار برادران لیلا نمود و گرفتن انتقام پسرش را به خدا و روز آخرت واگذار کرد. سپس یک پیاله مملایی را با شیر گرم مخلوط کرد و به او خوراند و پس از ادای نماز 4 قل را خواند و برویش کف نمود. جواد تا هنگام اذان صبح نخوابید. ملا آذان باز هم مادرش به او شیر و مملایی خوراند. با وجود اصرار مادرش که از خانه بیرون نرود، دلش تاب نیاورد و بیرون شد و یک راست رفت پیش اسد بایسکلساز، رفیق جاناجانیش. اسد که از قصه عاشقی جواد آگاه بود، وقتی او را دید داخل دکان بردش و گفت که دختر پنجاباشی پس از لت و کوب برادرانش خود را در بند برق انداخته
و جسدش را که میان میله های آهنی گیر کرده بود از آب بیرون کردند. آسمان بالای سرش چرخ خورد. نفسهایش تنگ شد. احساس کرد که قلبش از تپیدن باز مانده. پاهایش بی حرکت شد و یک راست نقش زمین گردید. خلیفه اسد کمی آب به صورتش زد، دستانش را مالید و چیز شبیه دم و دعا خواند و سپس جواد چشم باز کرد و اشک گرد چشمانش حلقه بست و مهر سکوت بر لب راهی خانه شد. در تمام شهر آوازه شد که لیلا دختر پنجاباشی خودکشی کرده است. پس از آن دیگر کسی جواد را در آن شهر ندید. به مکتب و کارگاه ترمیم موتر هم نرفت. گویی آب شده و در زمین فرو رفته بود. یک روز که خلیفه سید بقای مستری را دیدم گفت این بچه از اول همسرش به کار و غریبی خم نبود و میفهمیدم که یک روز یک گل به او میته. سالها از این رویداد اندوهناک گذشت و من با خانواده ام به کابل کوچیدم. یک روز مانده به جشن نوروز برای خرید 7 میوه به شهر رفته بودم که ناگهان با جواد در سر زیرزمینی برخوردم. او را از ابروان پرپشت، چشمان غوره‌ای و قد بلندش شناختم. با آنکه سنش زیاد نبود ولی سخت پیر و تکیده شده بود. صدایش کردم. در آغاز مرا نشناخت. پس آنکه خودم را معرفی کردم مرا در آغوش گرفت و اشکهایش جاری شد. پیراهن و تنبان چرک بر تن داشت. ریشش رسیده بود و دستانش می لرزیدند. گپ که می زد ردیف دندانهای لق و زردش که چند تایش افتاده بودند نمایان می شد. گفت سالها شده که معتاد است و جایش هم کنار قبر فرخنده در کنار دریای خشک کابل و نزدیک شاهد و شمشیر است. اما هنوز به یاد لیلای نامراد است. لیلایی که با رفتنش مرگ تدریجی را به او ارمغان آورد. اشکهایش را با گوشه آستین پیراهنش پاک کرد. چیزی دیگری نگفت. تنها شنیدم که آهسته زیر لب زمزمه می کند. لیلا لیلا نوروز است. خدایا دلم بسوز است.